مجددی روح پرفتوح مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی فیاض صلوات. اللهم صل علی محمد. غروب مهتاب علم در باور نمی گنجد. غروب مهتاب علم در باور نمی گنجد. به دلها این غم و این سیل ویرانگر نمی گنجد. عراق از رحلت شیخ نجف یک دشت شیون شد. به اقلیم داغ هجر دانشور نمی گنجد. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و ارجمند، آی وطنداران به سوق نشستم، امشب در غم یتیم نجف، در فراق آن دهقانزاده پاک نهاد که به خورشید فروزان آسمان مرجعیت و فقاهت بدل شد، گرد هم آمده ایم و زانوی غم در آغوش گرفتیم. شب اندوهبار، شبی که دلهای مؤمنان در سراسر جهان در ماتم فقدان یکی از بزرگترین عالمان دین به سوگ نشست. امشب از مرد سخن میگوییم که جهان تشیع در فراقش اشک ریخت و دلهای بیشماری در رسای این گوهر گرانبهای فقاهت و اجتهاد سوختند. شخصیت بی‌بدیلی که چون کوهی از دانش، معرفت و تقوا تکیه‌گاه حوزه 1000 ساله نجف بود و نامش در تاریخ علم و معنویت جاودانه خواهد ماند. آن بزرگمردی که در دامان مکتب پر افتخار نجف بالید، از چشمه‌های زلال معارف سیراب شد و در جوانی به قله رفیع اجتهاد دست یافت. با وجود حسادت تنگ نظران و بدخواهان به یکی از زعمای برجسته و بلا منازع حوزه علمیه نجف تبدیل شد و همچون نگین درخشان بر تارک دانش و مرجعیت درخشید. آیت الله عظمی فیاض بیش از نیم قرن از عمر پربرکت خیش را در راه تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان و خدمت به معارف اسلامی سپری کرد. صدها دانشمند و پژوهشگر در مکتب او پرورش یافتند و دهها اثر ارزشمند و ماندگار از خود به یادگار گذاشت که هر یک گواه روشن بر وسعت اندیشه، ژرفای دانش و عظمت شخصیت علمی آن فقید سعید است. قلم شیوا بیان نافذ، ذهن خلاق و اندیشه نوآور از خصلت‌های منحصر به فرد او بود. با شجاعت علمی به مسائل نو و پدیده‌های جدید می پرداخت و با نگاه ژرف و زمان شناسانه راهگشای بسیاری از پرسش‌های عصر خویش بود. فتواها و دیدگاه‌های روشن اندیشانه او جلوه از پویایی فقه و اجتهاد در مکتب اسلام به شمار می‌رفت. او مؤمنانه زیست، متواضعانه قدم برداشت، زاهدانه از کنار جلوه‌های فریبنده دنیا گذشت و هرگز دل به زرق و برق اشرافیت و دنیا طلبی نسپرد. از ریاکاری و عوام فریبی فاصله گرفت و عمر خویش را با اخلاص، پاکی و خدمت به دین خدا سپری کرد تا سرانجام سربلند و روسفید به دیدار معبود خویش شتافت.
عروج ملکوتی این عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع بزرگ جهان تشیع را به پیشگاه حضرت ولی عصر عموم شیعیان جهان، بیت مکرم آن مرحوم و شما حضار گرامی تسلیت عرض می‌کنیم. از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با اولیاء الهی را مسئلت داریم و درود بر شما قدرشناسان و وفادارانی که با حضور گرم و نورانی خود شکوه و عظمت این محفل معنوی را دوچندان ساخته اید و با گرامی داشت یاد و نام این عالم بزرگ بار دیگر ارادت خود را به علم، فضیلت و معنویت به نمایش گذاشتید. مقدم یکایک شما خوبان و مهمانان ارجمند را گرامی داشته و مجلس امشب را با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری محترم عبدالکبیر حیدری آغاز می نماییم تا تشریف آوری ایشان جهت شادی روح آیت الله العظمی فیاض و سایر اموات. الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به الله يفتح عليك مولانا عليك. احسنت احسنت ما شاء الله يا نوري احسنت. ملبن الله الله الله. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الله يفتح عليك حبيبي. الله يا استاذ. بارك الله فيك. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله يفتح عليك يا حبيبي. ما شاء الله. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك احسنت احسنت. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. ما شاء الله يا حبيبي. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت 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 يا استاذ. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الله متشاوي الله 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 ما شاء الله الله على الإحساس إنه غفور شكور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الله ما شاء الله ما شاء الله علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى لا
على محمد وآل محمد. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. شبيع وجه الشيطان الفيوم قدرا وضرا فتحكم عقائد علماء وصول الوالي الدنيا ونفتح صوت المعزم القرآن مخصوصا بهذا آية الله واسمه القياس قال محمد وأهل بيت محمد إجماعا صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم رحمة الله. فبعد قال الله
في كتابه الكريم وما كان على المؤمنين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين وليحذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قبل از همه درد جانکاه و مصیبت استخوانسوز حضرت آیت الله العظمی فخر تاریخ فقاهت و اجتهاد را به همه تسلیت عرض میکنم و نمیتوانم فراموش کنم دهن پرخون و دندان شکسته‌ای که در هرات داریم فراموش کنم و عرض تسلیت نکنم. امیدوارم خدای بزرگ رنج مردم افغانستان را که قرنهاست در رنج زندگی می کنند با رحمت خود به پایان برساند. شب گذشته به همین مناسبت محفل بود در سیدنی. اونجا در واقع به همین سؤالی که جناب آقای دکتر مطرح کردن فی الجمله ارتباط می گرفت که من در رابطه با خودباوری هزاره یا مراحل خودباوری هزاره ها بحث کردم تا رسیدم به نقش آیت الله فیاض در این زمینه و اونجا گفتم که ما وقتی از رنج مردمی سخن میگوییم منکر دیگران نیستیم، ولی آتش در جایی که میسوزد اونجا رو میسوزاند. ما همیشه قتل عام میشیم، ولی امیر عبدالرحمن کاری کرد که تنها قتل عام نبود، آنقدر تحقیر کرد، آنقدر توهین کرد که مردم ما دیگه کاملا از زندگی ناامید و پذیرفته بودند که شهروند عادی نیستند و هیچ وقت ادعای برادری و برابری با دیگران نکنند. و چطور از این مرحله خارج شد تا رسید به مرحله آقای فیاض شب گذشته توضیح دادم. امشب نمیخواهم اونها را تکرار کنم. دقیقاً در رحلت آیت الله محقق من مسئله مرجعیت بومی را در شعاع همین آیه و ما کان المؤمنین لینفروا کافه مطرح کردم، البته با یک سری مسائل ما به ازای آن. به بهانه در گذشت آیت الله فیاض و فی الواقع تجلیل از مقام این بزرگ مرد، تا من این توضیحات مقدماتی رو ندهم ما به حقیقت فیاض نمی رسیم. ما یک دفعه است
شعاری حرف میزنیم، یک دفعه شعوری درک میکنیم، قلب ما را تسخیر میکند، وجدان ما را در تصرف خود در میاره. و من امشب خود رو مجبور میبینم در این رابطه یک توضیح بدم، و آن این که چرا از مقام امامت بیان صادر شد که اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. از فقها، ببینید از علما نمیگه، از فقها، کسایی که فقیه هم که دارای این خصوصیات اخلاقی باشد، صیانت نفس داشته باشد، حفاظت دین داشته باشد، مطیع امر مولا باشد و قس علی هذا، مردم باید از او تقلید کند. یا و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادثنا. آخر حوادثی که تا هنوز رخ داده، خب حکمش روشنه. ما در حوادثی که تازه پیش می آید، در اون حوادث احتیاج به فقیه داریم. در حوادثی که تا هنوز نبوده فعلا پیدا شده احتیاج به فقیه داریم. بنابراین میخوام یک مقداری روی تفقه در دین امشب دقت کنم. امیدوارم صحبتم طولانی نشود. از طرف هم مطمئنم که طولانی نخواهد شد، چون دیگه و انرژی سابق در من نمانده. اگرچه وقتی اینجا بشینم دیگه احساس خستگی هم زیاد نمی کنم. طرف پا و دست و جواری هم نبینید، اینجا کسی دیگر می شوم. خدمت شما عرض شود که مسئله علم فراگیری مقدمات تفقه است. یک نفر میره دانشکده طب، اینجا چی میگه؟ مدیکل ساینس، مدیسن. خب اونجا یک سری قوانین و قواعد و اینها رو به عنوان دانش طب میخواند، ولی وقتی بیاید در مرحله طبابت باید چند چیز رو درک کند، عمیق بفهمد. اول اون مرض رو تشخیص بده، بعد کیفیتش رو تشخیص بده، بعد دارویی که بر آن مؤثر تشخیص بده، بعد مقدار دارویی که مؤثر تشخیص بده و هاکذا. معالجه یک مریض برای یک دکتر متعهد بسیار سنگین‌تر و مشکل‌تر از درس خواندن در دانشکده طب است. آسان نیست. اون تحصیل است، تعلیم است، علم آموزی است، اما اینجا تفقه است. ما تفقه را در مسائل صرفاً شرعی باید خلاصه نکنیم. تفقه خاصیت عالم متعهد است که بر اساس آن انجام رسالت و وظیفه در جامعه انسانی می کند.
این تفقه است. و اما در ساحه دین آنچه که در صریح قرآن است تفقه لازم نیست. آنچه در سنت آمده، سنت صحیحه، که تازه تشخیص سنت صحیحه هم کار هر کس نیست، کار هر بز نیست. خیرمن گفتن کار هر کس نیست. مرد میخواهد که در وادی درآید که همه چیز قرقاتی شده، در یک زمینه 10 حدیث ضد و نقیص. بیاید از اینجا اون جوهر اصلی رو شناسایی و از آن استفاده کند. خب آنچه که اونجا هم هست دیگه تفقه نیاز نیست. آنچه که در گذشته بوده، شیخ کلینی و شیخ مفید و شیخ مرتضی و کی و امثال از اینا مطرح کرده، خب در اونام تفقه نیاز نیست. من یک چیز رو اینجا خدمت شما یاد کنم و آن این که مناطق مرکزی افغانستان که شیعیان میزیسته، شیعیانی که ساکن این سرزمین بوده، کتاب من لا یحذره الفقیه در ایلاق نوشته شده. ایلاق شادیان از توابع مزار، جایی که مزاری و محقق در اونجا بزرگ شده. تاریخ رو برگردیم به کجا میرسد؟ کی گفته که اینجا بعد از فشار امیر عبدالرحمن شیعه نشین شده؟ نه، او زمان شیعه نشین بود. صاحب من لا یحذره الفقیه اینجا آمد، بین شیعیان پناه آورد. بعد زکریای رازی کتابی دارد من لا یحذره الطبیب، جایی که پزشک نباشد مردم چه کار کند. او کتاب نوشته که در صورت فقدان دکتر مردم به این کتاب مراجعه کنند. این حضرت شیخ من لا یحذره الفقیه رو به درخواست مردم اونجا نوشته کرد. یعنی معلوم اون مردم اون قدر دانش داشتن که از این کتاب استفاده کند. ما چی میگیم؟ این مردم چی بوده؟ کتابخانه ها، دانشمندان، بزرگان، فلاسفه، شعرا. آیا می دانستین که کشف الآیات اولین بار توسط یک بچه شیعه هزاره نوشته شده؟ و خیلی کارهای دیگر. به هر حال مسئله فقاهت یا تفقه در دین یا همین حرفی که قرآن میگه برای فهم مسائل جدید، همه مردم که نمیتونن مسافرت کنن برن جایی که ممکن است به دست بیاره، وقتی همه نمیتوانن یک دسته باید از مؤمنین مهاجرت کنن، برن تفقه در دین کنن تا برگردن مردم خودش را با نیازهای دینی و ضرورتهای مذهبیشون آشنا کنن. و من در رحلت آیت الله محقق از اینجا برداشت کردم که مرجعیت باید بومی شود. مرجع ایرانی نیاز افغانستان رو نمیداند.
مرجع افغانی نیاز پاکستان رو نمیداند، مگر اینکه یک شورای تشکیل بدن و این شورا اطلاعات میدانی رو از همه جمع بکنن، بیان در اون شورا بندازن و اونا روی اون غور کنن و فتوا بدن. تا با وجود آمدن چنین چیزی مرجعیت بومی نیاز است. آیت الله محقق بود که مطابق نیاز آن لحظه اوامر و نواهی میداد. به هر حال فهم قرآن به عنوان اساس لازم است. فهم سنت به عنوان چراغ دیگر لازم است، ولی مهم است که در این وسط عقل فعال شود، درک انسانی فعال شود، فهم آدم فعال شود. بین آن اصول و بین مناسبات اجتماعی رابطه ایجاد کند و حکم صادر کند. فتوا به شکل مجرد دادن مشکل مردم رو حل نمی کند. فتوای بریده از مناسبات اجتماعی و تسلط و احاطه بر نیازهای واقعی مردم حلال مشکل نیست. اساساً چرا امام دستور میده که از روات احادیث ما پیروی کنین و از فقها تقلید بکنین؟ برای آنکه در هر زمان نیازهای مطرح می شود که با توجه به آنچه که تا کنون مردم عمل کرده کنار آمدن با اون مشکلات دشوار میشه. مگر امروز چنین نیست؟ کنار آمدن با اون مشکلات دشوار میشه. پس فقیه کسی است که امین چالش و چالش را دقیق درک کند و راه حل پیش پای مردم بگذارد که مردم احساس کند هم در این زمان زندگی می کند و هم زندگیش دینی است. هم زندگی می کند هم زندگیش دینی است. وقتی مرجعیت از این خصلت تهی شود، در واقع فقاهت با وجود نیامده، علم با وجود آمده و علم تنها کافی نیست. تفقه لازم است. تفقه از نسبت بین قرآن، سنت و عقل که با مناسبات اجتماعی و روابط جهانی قضیه را سبک سنگین کند، از اینجا تفقه به دست می آید و فتوا صادر میشه. من به همه مراجع تقلید، به همه فقهای عظام احترام دارم. این تعارف نیست. هر کس به من هر چه بگوید من همه اونها رو دوست دارم، برای که در سینه اونها دانش نهفته است که من اونها رو ندارم و همین کافی است که به اونها احترام کنم. اما مقلدین و مردم باید درک کند که از مجتهد چه بخواهد. اگر مردم این درک رو نداشته باشد،
ای بسا که مجتهد به خبر بماند. شما ببینید علی ابن ابی طالب میفرمود مردم سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آن که دیگه علی در بین شما نباشد از من سوال کنید. من راههای آسمان رو از راههای زمین بیشتر بلدم. جرسج آن جرداق است ظاهرا، یا یک مسیحی دیگه است میگه ای کاش در مسجد کوفه می بودم، زانی می زدم و معضلات علمیم را از علی ابن ابی طالب می پرسیدم و حل می کردم. ما مطمئنیم غیر از رسول الله، ایمان داریم به این حرف، هیچ کسی از آغاز تاریخ بشری تا پایان به پای علی ابن ابی طالب نمی رسد. به همین دلیل ما بقیه امامان را امیرالمؤمنین نمیگوییم. دقت میکنید، ما بقیه امامان را امیرالمؤمنین نمیگوییم. اویی که بر همه امارت فکری دارد علی ابن ابی طالب است. ولی علی با داشته های خود در سرزمین نجف خوابید. کس نبود که از خرمن دانش علی استفاده کند و این چه ضایعه بزرگ تاریخی است. ما علی داشتیم و از او استفاده نتوانستیم. وای به حال مردمی که علی داشته باشد و از او استفاده نتوان. امروز هم من با همه مراجع تقلید از نزدیک دیدار نداشتم و گفته نمیتوانم که کی با اون مرحله از تفقه رسیده و کی نرسیده. به هیچ عنوان چنین ادعایی ندارم چون ندیدم، نمیشناسم. ولی سفری داشتیم مکه معظمه و عتبات عالیات با جمع دوستان از همین استرالیا. فرصت ما هم متاسفانه در همه جا کم بود. در نجف اشرف تا ما از زیارت ها فارغ شدیم دیگه فرصت نمان جز از نیمه شب و بعد آخرین شب. کسی رو پیدا کردیم به دفتر آیت الله فیاض زنگ زد که یک تعداد زوار از استرالیا آمده، میخواد به زیارت حضرت علی برسد، آیا میپذیرید؟ از اون طرف اجابت کردن، گفتن که اهلا بیایم. ما رفتیم. اتفاقا از ما در منزلش پذیرایی کرد، نه در دفتر رسمیش. رفتیم همونجا هم به شکل وطنی نشستیم. هیچ مثل یک پیرمرد وطنی آمد در جمع ما نشست. بعد من به مقدمه گفتم آجی آقا ما چند زواریم، حرف زیاد داریم، شما چه مقدار برای ما وقت میدهید که ما سوالات خود تنظیم کنیم و بیشتر از او وقت شما رو نگیریم. و این رو هم علاوه کنم که ایشان با ما صاف هزارگی صحبت میکرد، یعنی او مدت طولانی زبانش از یادش نرفته بود. گفت تا هر وقت شما بنشینید ما با شما میشینیم. تکان خوردم که این اخلاق پیامبری است. بعد نشستیم، سوالات بسیار فراوانی رو مطرح کردیم.
از جمله خب یک تعداد از حاجی صاحبا از سیدنی و اینجا هستن که شاهد بودن. گفتیم حاجی آقا ما در استرالیا زندگی میکنیم، اگر خانه بخریم باید از بانک قرضه بگیریم، اگر تجارت کنیم باید از بانک قرضه بگیریم. اصلا اقتصاد معاصر بدون عملیات بانکی امکان ندارد و بانک احمق نیست که مفت کار کند، او سود میگیرد. حکم چیست؟ مردم خانه میخرن ولی نگرانن که نمازشان میشه یا نه. مردم سرمایه قرض میگیرن ولی نگرانن که درآمدشان حلال است یا حرام، گناهکار شدن یا نشدن. و این موزل جدی تنها در استرالیا نیست، در همه دنیا هست. بعد ایشان دستی به محاسن کشید و یک تبسم بسیار نازک کرد. گفت ما اگر این رو اجازه ندیم مردم ما در هیچ کجا صاحب هیچ نخواهد شد. از خیلی ها پرسیده شده، گفته نه ربا حرام، ربا جنگ با خداست. ولی در کجا و در چه وقت این رو کس نمیگه. همه چیز و تناسب شرایط و محیط تفاوت میکند. ناسخ و منسوخ هم در قرآن، آیات منسوخه اونا آیات باطله نیست، زمانش گذشته. احکام هم به تناسب تغییر وضعیت نسخ میشه، باید حکم جدید جایش رو بگیرد و این وظیفه فقها است. فقها هم که نیاز همه جوامع اسلامی رو نمیدن، پس مردم باید سوال کنن. مردم بگه آقا ما در این شرایطیم، اگر این کار رو نکنیم زندگی ما مشکل میشه، شما چه حکم میفرمایید؟ من معتقدم که آیت الله فیاض در کنار پیشوای بزرگش علی ابن ابی طالب با همه دانش خود رفت زیر خاک. و ما اونجا خیلی از مسائل رو پرسیدیم و ایشان دقیقاً اونجا من متوجه شدم که ایشان همون مرجعی است که ما دنبالشیم و قرآن معرفی کرده تفقه در دین. به همون دلیل وقتی از مکه معظمه برگشتیم در همین ملبورن از سر تا سر استرالیا مردم رو جمع کردیم، یک تجلیل از مقام علمی آقا گرفتیم و خودم هم آنچه در چنته داشتم ریختم اون شب و کتاب زن در نظام حقوقی اسلام، حقوق سیاسی اسلام، توسط یکی از برادران در همینجا چاپ و تکثیر شد و در محفل توزیع شد. شما همین کتاب رو ببینید، از اول تا به امروز کی اجازه داده که زن قاضی شود؟ کی اجازه داده که زن رئیس جمهور شود؟ کی اجازه داده که زن رئیس پلیس شود؟ کی اجازه داده که زن فرمانده ارتش شود؟ کی اجازه داده که زن فقیه و مجتهد و مقلد شود؟ اگر فیاض
توان دفاع از موضع خود نداشت، در برابر این فتواهای کهن نمیتوانست فتوای جدید بده. و چون همه معتقد به مقام علمی او بود، هیچ کسی هم اعتراض نکرد. هیچ کسی اعتراض نکرد. و متاسفانه ما هنوز که هنوز است در استرالیا هم به زنها حقی که از نظر شرعی دارد تمکین نمی کنیم. اون موقع از طالب انتظار داریم که تمکینی به حق کند. تعداد طلاق‌ها و مشکلات خانوادگی و اینایی که به وجود آمده از کجا سرچشمه میگیرد؟ من بقیه مراجع را عرض کردم که از نزدیک با ایشان ننشستم، صحبت نکردم، اما با این مرد بزرگ که نشستم دریافتم که به معنای واقعی کلمه کسی که امام فرموده فرجعوا فیها الی روات احادیثنا همین آدم است. و اما من الفقها، کسی که در دین تفقه کرده همین آدم است. و ما باید با تمام وجودمان در خدمت او باشیم و او را به مردم بشناسانیم و مردم رو به او رجوع بدیم. ولی متاسفانه همون یک جلسه شد. دیشب یاد کردم که به قول امروزی ها به فرهیختگان استرالیا، تحصیل کرده ها و علما و طلاب اینجا پیشنهاد کردم که یک جلسه استفتاء ما باید تشکیل بدیم. همه فکر خود رو روی هم بریزیم، دقیق ترین نیازهای امروزی مردم را به عنوان استفتاء به محضر آقا بفرستیم و از ایشان جواب بگیریم. آخر اگر او جوان محصل به خاطر پایان نامه اش او سوالات به حضرت آقا نمی برد، زن در نظام حقوق سیاسی اسلام هم به وجود نمی آمد. می دانید یک دانشجو سوالات پایان نامه خود رو مطرح کرده و آقا هم جواب داده. من معتقدم فقدان آیت الله فیاض کمر حوزه های علمیه رو شکست. فقدان آیت الله فیاض برای همه بسیار گران است. من شاید در عمرم احساسی که اولین بار در مرگ شهید بلخی که خیلی نوجوان بودم در کابل پیدا کردم، احساس میکردم دنیا خالی شده بعد از بلخی. و احساس به شکل خیلی عمیق‌تر در سوک آقای فیاض به من دست داد. و من از یک مسئله دیگر نگرانم. با علمای حوزه به نجف، به قم عاجزانه پیشنهاد میکنم جای بزرگان رو پر کنن. حوزه های ما تحت تاثیر اوضاع سیاسی روز به روز فقیرتر میشه. کو خویی، کو حکیم، کو فیاض. آیا سیستانی اگر سر بر روی زمین بگذارد مهر او هم باید شکسته شود و دفاترش بسته شود؟ کجا گزین؟
گرچه معتقدم گاهی دستگیری های خدا دارد و عنایات امام زمان شاید میدان رو تهی نگذارد، ولی با اون هم نمیتوانم نگرانی های خود رو مخفی کنم. به شدت نگرانم، به شدت. وقتی پرچمدار به زمین بیفتد باید پرچمداری باشد که فوراً او پرچم رو بلند کنه. وای از روزی که پرچم به زمین بماند. در کربلا همین شد، دیگه پرچمداری نبود که پرچم رو بلند کند. همین بود. دیگه پرچمداری نبود که پرچم رو بلند کند. ما از کربلا و امام حسین در تمام زمینه‌های زندگی باید درس بگیریم. در تمام زمینه‌های زندگی. در افغانستان همینطور نبوده. گاهی پرچمدار پیدا شده، وقتی پرچم به زمین افتاده. امیدواریم خدای بزرگ به برکت روحانیت فیاض بزرگ و با آبروی امام زمان مشکل فقهی و مشکل هدایت دینی را در جامعه اسلامی در کل و در بین شیعیان به خصوص پیش نیاره و انشاءالله برطرف کند. کسی هست که دعا کند؟ بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.